کسی که تکبر میکنه هرگز نمیتونه وارد جنت بشه. الله حفاظت کنه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. ها عبدیت که بکنیم الله با رحمتش قبول میکنه. شکستگی رو به درگاه الله بیاریم الله شکستگی رو قبول میکنه. او رحمت واسعی داره، او رحمت واسعی داره. اگر بندشو با اینا ببینه، با این خوف، با این خشیت، با این استغفار، با این عبدیت، در این حال داره در میدان طاعت و عبادت تلاش میکنه، الله دست میگیره، الله بلند میکنه، الله میده. گر خود روی بی حاصلی، گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی. رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. این گر خود روی بی حاصلی، با اعتماد به خودت اگه جلو بری، من میکنم، من میرم، من بلدم، من کاردانم، من خدمت دین میکنم، من طاعت میکنم. گر خود روی بی حاصلی، گر او کشیدت تو واصلی. اگر او الله یجتبی الیه من یشاء، اگر او کشید، اگر او جذب کرد، اگر او انتخاب کرد، تو واصلی. رفتن کجا بردن کجا، یکی رفتنه یکی بردنه. الله میبره، الله وصل میکنه. رفتن کجا بردن کجا، این سر ربانی است. دوستان اگر این راه رو با خشیت طی کنیم، اگر این راه رو با عبدیت طی کنیم، اگر این راه رو بترسیم و حرکت کنیم، الله خودش میبره، الله خودش میبره، الله خودش میکشه، الله خودش وصل میکنه. اما شرطش اینه که این مسیر رو با این صفات رذیله نریم، استغفار کنیم و این راه رو بریم، کمی و کاستی ها رو به درگاه الله تعالی اعتراف کنیم و تو این راه بریم، دیگرها رو به چشم حقارت نگاه نکنیم و بعد از چند تا طاعت و عبادت دست و پا شکسته و بعد از بالا رفتن اطلاعات دینی غرور علمی ما رو بر نداره، اوج ما رو نگیره.